دوبله شده در استودیو جیم. لروکس نکن. مجبورم این کارو بکنم. نرو، این کار نکن. لروکس 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 وایسا. دمیر خواهش میکنم بلم. لروکس لروکس ببین، باشه میفهمم عصبانی هستی، حقم داری، سخته. خواهش میکنم این کارو نکن. دمیر میشه لطفاً بلم کنی؟ خواهش میکنم. لروکس اینجوری نرو. ببین امشب نرو، نکن لروکس. زود باش بیا. نمیخوام حرف بزنم، میخوام برم، میخوام ازت دور باشم دمیر. من نیاز به فکر کردن دارم. من باید از اینجا دور باشم دمیر. باید تک و تنها بشینم و فکر کنم و بتونم درست تصمیم بگیرم. من اینو لازم دارم. باشه اما این وقت شب نمیذارم تنها بری. دمیر خواهش میکنم کارو از این سخت در نکن. لروکس ببین، تو هم برای من سختش نکن. خواهش میکنم، من خودم میرسونمت. هر جایی میخوای بری خودم میبرمت. باشه؟ تاکسی منتظره. باشه تو همینجا منتظر باش. شب بخیر. ببخشید شما میتونید برید. شبتون بخیر. من الان میرم کلیدا رو برمیدارم میام. باشه؟
ممنون که منو رسوندی دمیر. شب بخیر. شب بخیر. لروکس اومدی؟ من که گفتم میام. رفتم خونه چند تا لباس برداشتم و اومدم همین. شما چرا انقدر تعجب کردی؟ راستش فکر کردیم دیگه نمیای. راستش فکر کردیم الان که دمیر خانو ببینی طاقت نمیاری و بیخیال میشی. آخه میگفتی یه شبم نمیتونی ازش جدا بمونی. فعلا مجبوریم بمونی یه مدت. ببینم خوبی تو؟ از خونه بیرون اومدن خیلی سخت شد. اونم وقتی اونجوری تو چشام نگاه میکرد. خب اون چیزی نگو؟ گفت نرو. اما میدونم که چرا گیر نداد، چون سعی میکنه منو درک کنه. اما بازم ناراحت شد و معلوم بود که دلش شکست. از چشاش معلوم بود ناراحته. خب من اصلا نمیتونم تصور کنم. حتما خیلی اذیت شده. لروکسون تو رو خیلی دوست داره، خودت میدونی. چطور تونستی طاقت بیاری؟ اگه من بودم نمیتونستم طاقت بیارم. وقتی اونطور نگام کنه اون وقت نمیتونم به این راحتی ولش کنم. نمیتونستم بمونم. از پس ترک کردنشم بر نیومدم. دمیر منو رسون تا اینجا. الان کجاست؟ رفتش؟ آی عزیزم خیلی ناراحت شدم. من برم یه چایی دم کنم. عزیزم. الو ابراهیم، بعد موقع که زنگ نزدم خواب بودی؟ نه الان کلینیکو بستم دارم میرم خونه. چی شده؟ صدات نگران به نظر میرسه. ببین لروکس اینجاست، خونه رو ترک کرده. ابراهیم حالش هم اصلا یعنی چی خونه رو ترک کرده؟ دمیرم ترک کرده؟ نمیدونم، هنوز اونا رو نپرسیدم، اما تو جایی که من فهمیدم دمیر خانم حالش اصلا خوب نیست. میگم که ودا تو بردار یه سر بریم پیشش، تنهاش نذاری. ای بابا. باشه عزیزم من میرم پیشش، تو نگران نباش، میبینمت. باشه باشه. بگو جوون، به داداشت بگو ببینم باز چی کار کردی؟ باز دوست دخترتو ناراحت کردی؟ داداش آیدا زنگ زد، لروکس خونه اوناست، با دمیر حرفشون شده، حالش خوب نیست. میخوای یه سر بریم پیش دمیر؟ باشه قطع کن. لروکس یعنی تو الان دمیر خان رو ترک نکردی مگه نه؟ یعنی فقط خونه رو ترک کردی؟ آره. خب اون اینو فهمید؟ یعنی میدونه که ترکش نکردی دیگه؟ آره. موضوع این نیست که چی فهمیده، اینه که چی حس کرده. میدونم حس کرده که ترکش کردم، اما کاریش نمیشه کرد. من باید فکر کنم، باید ببینم. چیو؟ این که بین ایلول و دمیر چی بوده. لروکس تو رو خدا ول کن دیگه. آره نامزد بودن اما از هم دیگه جدا شدن. هر کسی یه گذشته ای داره. خب عزیزم تو رو هم دیدیم اینجا داشتی به خاطر بوی خودتو میکشتی. ببینم اون روز که قهوه خوردیم چه حسی داشتی؟ بینشون مشکلی چیزی نبود؟ نه بابا، اونا با هم دوست صمیمی شدن، راحت بودن، اما من خیلی عصبی شدم. آره باشه. وقتی ایت ولد کرد خیلی ناراحت شده بودی نه؟ وقتی اونو دیدی همین حسا رو نسبت به اونم داشتی؟ نه جونم، البته که نه. چون بینتون هر چی که بوده تموم شده، چه خوب چه بد. وقتی یه رابطه تموم میشه دیگه نسبت به اون طرف هیچ حسی نداری، درست نمیگم؟ یعنی میگی دمیر و ایلول هنوزم یه حسایی نسبت به هم دیگه دارن؟ نه، دمیر منو دوست داره، اما برای من مهمه بدونم چه حسی نسبت به ایلول داره. خودش میگه یه موضوع بوده تموم شده رفته، اما وقتی نگاش میکنم تو چشاشون عصبانیت رو میبینم. فقط میخواد یه جوری از اون موضوع خلاص بشه. لروکسشون بعضی از رابطه های اینطوری تموم نمیشه. آیدا رابطه اونا که تموم نشده، ایلول گذاشته رفته.
اون خاطرات هنوزم اونجا سر جاشون موندن. اون به خاطر اینکه من ناراحت نشم نمیخواد برگرده به اون زمان، نه به خاطر اینکه از دستش عصبانیه. ابراهیم، دمیر الان حالش خوب نیست. قبلا هم یه همچین چیزی رو تجربه کرده بود، به زور فراموشش کرد. موضوع یکم حساسه. میگم بهتره من اول برم ببینم چه خبره. باشه داداش، پس من بیرون منتظر میمونم. اگه کاری داشتی بهم پیام بده. یا اینکه یه لحظه تو دوست صمیمی لروکسی؟ آره؟ بیا تو هم بیا. اونجا یکم بهش توضیح میدی که چرا لروکس این کارو کرده. به هر حال لروکس رو خوب میشناسی، یه وقت دمیر دیوونه نشه. بیا یه جوری قانعش کن. باشه داداش، اما انگار چراغا خاموشه، نه؟ پسر الان دنیای اون سیاه شده، اصلا هیچی نمیفهمه. تو در بزن منم یه سر به حیات بزنم. باشه داداش. دمیر 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 کلی در زدم اما باز نمیکنه. اینجا رو هم بسته. حتما نیست. پس بریم جایی که معمولا میره. نکنه رفته همون جایی که اون شب رفتیم؟ نه فکر نمی کنم. داداش تو بهتر میشناسیش. وقتی دلش میگیره معمولا کجا میره؟ میره گلخونه دیگه. من چرا حواسم نیست؟ بذار بهش یه زنگ بزنم. اگه گلخونه است بگم منتظر بمونه، اینطوری بهتره. کی بهت خبر داد؟ آیدا به ابراهیم گفته، اونم به من گفت. گلخونه ای؟ نه. امشب میخوام تنها باشم بدت. چرت نگو پسر. ما اومدیم الان دم در خونتیم. هر جایی هستی بگو تا بیاین. برین خونتون بدت. نصف شبی همه رو به زحمت انداختیم. من خوبم. دمیر بعدم با هم حرف میزنیم. خب دیگه قطع میکنم. باشه، حالا که من تا اینجا اومدم یه نگاهی به غذای این بچه ها بندازم. الو ابراهیم، چی شد؟ یعنی چی نیست؟ خونه نبود؟ یعنی چی؟ ببینم زنگ نزدی؟ خب حتی نمیخواست حرف بزنه، حداقل میذاش کنارش باشی. فهمیدم ابراهیم جون. باشه، ممنونم، فردا میبینمت. شب بخیر. لروکس، من نگران دمیر خان شدم. آخه تو خیلی حالت خوب نبود. برای اینکه اونم تنها نباشه به ابراهیم و وداد خبر دادم، اما اون نخواسته کسی رو ببینه. نه نخواسته. یعنی خونم نبوده. ابراهیم گفت درا رو بسته. چی شده؟ دمیر، میشه بری خونه؟ من اینجا نگرانتم. نگران نباش، من خوبم. نه خوب نیستی. منم نیستم، تو هم نیستی. دمیر، اوف.
برای بچه ها غذا نذاشتم. لطفاً برگرد خونه، بگیر بخواب. اگه فردا تو رو تو شرکت گرفته ببینم حس بدی بهم دست میده. اگه احساسات من برات اینقدر مهمه برای چی گذاشتی رفتی لروکس؟ یکم دیگه میرم خونه. شب بخیر. قلب این آدم قبل از اینکه ترکش کنم شکسته بود. ببین دارم میگم و فهمیدی؟ آی دخترا، به دمیر پیام دادم. خب گفت داره میره خونه، یعنی حالش خوبه دیگه. لروکس جون، ببین اینطوری هم نگران دمیر خان میشی، هم فردا میخواییم بریم سر کار. یعنی دمیر خانم اونجاست. چقدر میتونی ازش دور باشی آخه؟ با ایلول هم که روبرو میشی. خب اشکالی نداره، از اونم دوری میکنم. خب راستش زیادم طول نمیکشه. عزمیه دنیا رو واسه اون زنه جهنم میکنه. یکی دو روز دیگه میذاره میره. آی دخترا لطفاً ببینین اتفاقات، یعنی گذشته ایلول و دمی رو کسی تو شرکت نفهمه باشه. ببینین برای هممون شرایط سخت‌تر میشه. لطفاً شما هم نرمال رفتار کنین. خب باشه، عزمیه این اواخر ذهنش مشغول یه چیز دیگه است، اما اگه بویی ببره سری تحتوشو در میاره. گفته باشم در ضمن همین که اینو بفهمه اون زنه رو بیچاره میکنه. نه اگه شما نرمال رفتار کنین اون نمیفهمه. لطفاً ببین همینجوری به اندازه کافی مشکل داری. خیلی خوب باشه لروکس باشه، اما منو خوب میشناسی که یعنی نمیتونم جلوی دهنمو بگیرم. اصلا بعضی وقتا ناخواسته سوتی. بله سوتی نده. باشه ببینم چی کار میکنم. خب دخترا، من که مغزم داره منفجر میشه، دیر وقتم شده. چی کار کنیم؟ بخوابیم؟ باشه عزیزم، تو برو بگیر بخواب، ما اونجا رو برات آماده کردیم. برو راحت بخواب. لروکس اصلا اعتراض نمی‌کنی؟ خب الان نصف شبی باز پا میشی میای چراغا رو روشن می‌کنی، میگی من خوابم نمیاد و اون وقت خواب منم خراب می‌کنی. باشه ما اینجا می‌خوابیم، تو اتاق بخواب. راست نمیگم؟ آی ممنونم دخترا. ما همیشه کنارتیم. باشه اگه خوابت پرید بیا چراغا رو روشن کن، دوستا بشینیم حرف بزنیم. باشه خب دیگه، شب بخیر. شب بخیر. دوبله شده در استودیو جیم. شب بخیر عشقم. شب بخیر عشقم. شب تونستی بخوابی؟ نه زیاد. دیروز کل شب منتظر این بودم که پلیسا بیان و به خاطر تهدید دیگران دستگیرم کنن. از اونجایی که نیومدن پس یعنی ایلدیری میخواد یه کار دیگه ای بکنه، داره زمان میگذاره. عالی. نقشمون که کار نکرد، از این به بعدم لبه تیغیم. خیلی عجله کردم، باید به حرفتو گوش میدادم. خب
به نظرت به دمیر چیزی بگی؟ باید در مورد جریمه باهاش حرف بزنم. بهش گفته بودم که یه نقشه دارم. حتما ازم میپرسه نقشت چیه؟ صبح بخیر دخترا. صبح بخیر. صبح بخیر. قهوه حاضره، نمیخوری؟ نه خیلی ممنونم. منم نمیخورم، خیلی ممنونم. عزمی جون چایی داریم؟ منم بعداً میخورم. بورک خان، مدارکی که خواسته بودین. ممنون از جون. انگار فهمیدن موضوع دمیر تو رو. اینطوری به نظر میاد. ای بابا، دارین چی کار میکنین؟ چی کار میکنین؟ عادی رفتار کنین، عادی. دارین بد نگاه میکنین، نکنین دیگه. راستش لروکس جون، تو این شرایط موجود نرمال ترین حالت هم همینه. در از تو باید بهش محل نذاری. اصلا برای چی اینقدر باش مهربونی؟ من کل شب به شما چی گفتم؟ گفتم اون تقصیری نداره. منو مجبور نکنین از اون طرفداری کنم، خودم هم نمیدونم چی کار کنم. خب ازش طرفداری نکن لروکس. نمیخوام ناحقی کنم، عذاب وجدان میگیرم. دوستان من همینطوریم به خدا. اگه پرسید بگین با شوهرش دعوا کرده، حالش خوب نیست. من میرم تو تراس کار کنم. صبح بخیر ساکیز. بیا بگی. کی این غذا رو برای شما گذاشته؟ من گذاشتم. صبح بخیر آقایون. صبح بخیر. صبح بخیر. خیر بشه. دلتون برای من تنگ شده؟ آره اصلا نپرس. از دلتنگید نتونستم بخوابم. همزمان با ابراهیم دلمون برات تنگ شده. من که گفتم خوبم. دمیر این چیزا با خوبم درست نمیشه. من تا خودم با چشای خودم نبینم خیالم راحت نمیشه. دمیر برامون یه چایی دم کن. ببین برات سیمیت درجه 1 آوردیم. اگه میخوای بری سر کار میتونیم بعداً بیایم. یا اینکه اصلا چایی دم نکن. نه جوون، این چه حرفیه؟ نباید بذاری کسی که قلبش شکسته انتخاب کنه. تو باید براش انتخاب کنی. زود باش دمیر، تو اینو ولش کن. تو با خودت برو پنیر بیا. باشه؟ یه ساعت دیر میری سر کارت، مگه چی میشه؟ یعنی میخوای همه چی برای تعریف؟ البته. برو ابراهیم برو، من الان میام. بگی ببینم. از اونجایی که همین که برگشتی اومدی تراس، پس معلومه 2 روز برات کافی نبود. نه از اون نیست. میدونم که برای خوشگذرونی نرفته بودین اونجا. تونستین مشکلاتتون رو حل کنی؟ تو از کجا میدونی که مشکل داریم ها؟ جزو هیئت مدیره هستم. همکارام هم خوب میشناسم، باباشون هم میشناسم، دختراشون هم میشناسم. اما یه چیزی رو نمیدونم، اینکه تو خوبی یا نه. اینو دوتامون هم نمیدونیم برات. جز من کلی آدم این موضوع میدونستن و به منم نگفتن. تو هم به هم نگفتی. ترجیح میدادی من بهت بگم؟ نمیدونم، حداقل ترجیح میدادم ساکت نمونی. یه اشاره کوچیک میتونستی، یه سیگنال کوچولو به هم بدی که منو آماده این اتفاق بکنه. من بهت سیگنال دادم لروکسون، خیلی هم زیاد. اینو تو هم میدونی. جز این کار دیگه ای نمیتونستم بکنم. یعنی باید همه چی اینقدر به هم بریزه؟ خب میخوای چی کار کنی؟ راستش اومدم اینجا که سر پا بمونم و روزم و شب کنم. میشه اونو مقصر ندونی؟ دمی رو میگی؟ ایلی رو میگم. اون آدم بدی نیست. میدونم.
بگذاریم. زود باش بریم پایین وگرنه بعداً میگی کارو به موقع نرسوندی. نمیدونم، وقتی گزارشاتو ببینم میفهمم. یعنی لروکس رفت؟ آره رفت، اما برمیگرده. رفت یکم استراحت کنه. از کجا میدونی؟ بچه‌هاش اینجا. لروکس اونا رو ول نمیکنه. یعنی فقط چون فکر میکرد مریض شدن چند روز جلوی در خونم بس نشسته بود. برای اونا هر کاری میکنه. البته برای شما هم همینطور هر کاری میکنه، انجام میده. منم خوب میدونم ابراهیم، اما موضوع بدجوری به هم ریخته. یعنی دقیقاً میخوام بگم که بدترین چیز دنیا سرم اومده. یه دفعه بدترش هم میاد. من و لروکس از پس خیلی چیزا بر اومدیم، از پس اینم برمیام، به این باور دارم. بعدش یه مدت خوب میشه، به خودم میگم رابطه دیگه خوب شده، یه دفعه میبینم باز به هم ریخته. خودم هم نمیدونم چی کار باید بکنم. خب باید درکش کنی پسر، باید یه جوری از این وضعیت خلاص بشین. منم همین فکر رو میکنم، اما خیلی سخته. وقتی جلوش وایستی در حالی که بدونی داره عذاب میکشه خیلی سخته. ترکان خانم زنگ زد. ازم پرسید کی میتونم نقشه های اولیه مربوط به هتل رو براش بفرستم. تو چه مرحله مشکلی تو طراحیاشون نداریم، باید یکم ویژه رو پروژهشون کار کنیم، گرچه اول باید اینا رو به بوراک نشون بدیم. باشه، امروز یه نگاهی بهش میندازم. چی شده؟ داریم در مورد کارای ترکان خانم حرف میزنیم. میخواد نقشه ها و طراحی های اولیه رو ببینه. تاریخ تحویلمون مشخصه، نیازی نیست طرح‌ها رو نصف نیمه بفرستیم. بله، منم همینو گفتم. دمیر، جلسه مربوط به شرکت اونورخان رو انتقال دادم به امروز. تو وقت داری دیگه؟ آره؟ چه کسایی تو جلسه هستن؟ تو و مهندس عمرانمونم قراره باشه. آیدا، امروز جلسه ای داریم؟ نه دمیر خان. باشه، پس تو هم حاضر شو با هم بریم، اینجوری مکانم میبینیم. باشه. تا نهار برمیگردیم. موفق باشیم. الو اونورخان، حالتون چطوره؟ منم خوبم. امروز دمیر خان و مهندس عمرانمون آیدا خانم میان خدمتتون. بله، شما الان در مورد جزئیات پرونده حرف بزنین، بعدن در مورد مسائل مالیش یه جلسه دیگه ترتیب میدیم. باشه، روزتون بخیر. برای اینکه نشون بدی از دمیر دور هستی، داری کارهای شرکت رو خراب میکنی. اینجوری داری زندگی شخصی تو با کارت قاطی میکنی. من فقط دارم سعی میکنم کسی ناراحت نشه. داری بیش از حد خودتو خسته میکنی. تو هر کاری بکنی دیگران هر جوری که بخوان قضاوت میکنن. آره، فکر میکنن میخوام لروکس و دمیر رو از هم جدا کنم. نگفتم حق با اوناست. انگار مجازات منم همینه. وقتی ترکش کردم هیچ توضیحی بهش ندادم. الانم اصلا نمیتونم به کسی توضیح بدم. جوری که انتظارشو داشتم نیستی. زیادی به افکار دیگران اهمیت میدی. بوراک، یکم به هم فرصت بده. برای رفتن از اینجا باید یه راه حلی پیدا کنم تا وضعیت مالی شرکت رو براشه. پس یعنی هنوزم اونجایی. باشه، موفق باشی. محرم خان، خوش اومدین. ممنون فیروز خانم. صبحانه خوردین؟
خیلی عالیه. نون داغ که تازه از فر در اومده داریم، چای تازه هم داریم. بشین الان میگم لیلا براتون بیاره. فیروز خانم راستش من واسه چیز دیگه برک پنیری و اسفناجی اون هم داریم، با سیب زمینی هم داریم. فیروز خانم من اومدم در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم. واقعا؟ در مورد چی؟ من یه خواهشی ازتون دارم. ببین چجوری شده. ای بابا. باشه پس امضاشو میکنه. باشه. دخترا کلی کار کردین، وقتی نهار زود باشین غذا سفارش بدیم. چی میخورین؟ نمیدونم، من دلم چیزی نمیخواد واقعا. لروکس اما تو صبونه هم نخوردی، بیا یه چیزی بخور دیگه. چی سفارش بدیم؟ اصلا حال ندارم تو شرکت باشه پس با هم بریم هپی پای به آیدام زنگ بزنیم. اگه جلسش تموم شده اونم بیاد. آره خیلی فکر خوبیه به خدا، چون واقعا حوصله‌ام سر رفت. باشه. فرخ خان جون داریم میریم نهار تو هپی پای، میاین شما؟ آره میایم. غذای دیروزشون که فوق‌العاده بود. خیلی خوبه. پس بورک خانم و ایلول خانم هم دارن میان. بورک خان، ایلول خانم، همه داریم میریم هپی پای که نهار بخوریم. شما هم با همون بیاین. عزمیه چی شده ها؟ من از قبل یه برنامه دیگه دارم که به طرف قول دادم. به شما خوش بگذره. منم کار دارم. باشه پس تا دیر نشده ما هم زودتر بریم. زود باشین آماده شین بچه‌ها، زود باشین. باشه پس بورک خان شما چی میخورین تا قبل رفتم براتون سفارش بدم؟ تو برو از جون، من خودم هم. باشه. نوش جونتون. نوش جونتون. خب پیتزا بخوریم. وگان مثل دفعه قبل دیگه. دمیر خان شرمنده، معمولا تو ماشین حالم بد نمیشه، احتمالا چون تو جلسه زیاد چای خوردم اینطوری شدم، میدم یه جوری شد. مهم نیست. الان بهتری؟ آره ممنونم. ابراهیم چطوره؟ خوبه. خب تو کلینیکش وقت میگذرونه دیگه، از زندگیش راضیه. گرچه شما هم زود هم دیگه رو میبینی. آره این روزا اینجوری شده. میدونی که تو محیط کار دوست ندارم در مورد مسائل شخصی حرف بزنم، اما ابراهیم پسر خوبیه، شخصیتش عالیه، یکم افکارش متفاوته. مگه میشه ندونم؟ دمیر خان تو شروع کن. نه شما بفرمایید دمیر خان. بگو آیدا. واقعا مهم نبود، یعنی راستش چیزی که میخواستم بگم خیلی چیز چرتی بود. شما چی میخواستین بگی؟ میخواستم چیزو بگم. نگران حالش، حالا که خونه شما میمونه و با هم صمیمی هستین، گفتم شاید بهتره حالش از شما بپرسم. مروه چطوره؟ مروه؟ آره خوبه؟ خونه شما میمونه درسته؟ بله دمیر خان، این روزا همه دختر خونه من جمع شدن. خب مروه یکم سختشه که شرایطو قبول کنه، برای همین خب این روزا یکم ناراحته، اما گلخونه حالش رو خوب میکنه. خیلی فکر خوبی کردی. عالی، خوشحالم که حالش خوبه. دوبله شده در استودیو جن. خوب شد که تو هم مکانو دیدی، دیگه یه مدت جایی نمیری. عکسش هم گرفتی، تو شرکت همه چی حل می‌کنی. آره خیلی خوب شد. اون برای پولشوییش از ما سوء استفاده کرد. کجا پولشویی کنن؟ اینجا تو شرکت آرتمی.
موراک ببین، بگو که این کارو نکردی. میگم دمیرخان تغییر نکرده. یعنی اون آدمی که اوایل اومدنش خیلی حرفه‌ای رفتار میکرد رفت، به جاش یه آدمی که ذهنش درگیره اومد. طرف از همه اطلاعات و مدارکی داره که دلیلی نداره از اونا استفاده نکنه. نهایتا دستگیر میشم. اینا همیشه مثل سایه دنبالم میان. هر چقدرم که طول بکشه من جایی نمیرم. چی شده؟ و آلارا خیلی روشن و واضح اعلام کرد که طرف باباشو میگیره. در باز مونده. نمیخوام صدای بیرون مزاحمتون بشه. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen gülü. من فقط نمیخوام به خاطر من اوقات تلخی به وجود بیاد. اما هر کاری میکنم باز وقتی منو میبینی به چشم عشق سابقش نگاه میکنی. اگه همینطوری سعی کنی چشاتو از من بدوزی نمیتونم نرمال برخورد کنم لروکس. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. یه لحظه